این کودک را که در خود مانده یا گرفتاری اوتیسم است، مادرش با امید به این مرکز آورده است تا ذهنش رشد یابد و معاشرتش بهتر گردد. مادر پس از چند تشخیص و زمانی از بیماری فرزند خبر یافت که او 3 ساله بود. زن نخواست نامش گفته و چهرهش نشان داده شود. 3 ساله و 1 ماهگی بود. بچه‌مون چی نمیکرد، فریادش میکردیم نگاه نمیکرد، نمیفهمید گپورا. از 3 سالش قفا موندگی بود. امروهای این همه چیز میفهمیدن، این نمیفهمید. بعد پیش دکتر بردیم. دکتر همجا روانمون کرد. این زن میگوید از 1.5 سالگی فرزندش احساس میکرد که او مشکلی دارد و برای رفع آن چند دارو دادند ولی پیشروی ندیدند. حالا با توصیه پزشکان عمل میکنند و در رفتار و گفتار پسرش اندک بهبودی را میبینند. گلچهره ارگاشوا اجرا کننده رئیس سازمان اراده میگوید مادرانی که به آنها مراجعت میکنند نشانه های نخستین اوتیسم را در کودکانشان پس از 1 یا 1.5 سالگی و یا بعضاً 2 سالگی فهمیدند. Что это значит? Он перестает реагировать на свое имя. این چی معنا دارد؟ کودک وقتی نامش گفته می شود دیگر واکنش نشان نمی دهد. به چشمان دیگران نگاه نمی کند. با ایما و اشاره هم طلبش را نمی فهماند و به همسالان خود اهمیت نمی دهد. همه این نشانه های اساسی می باشند که متخصصان و هم والدان باید دقت بدهند. اما عادتاً در عائله تنها به نطق یا گفتار کودک اهمیت می دهند و دیگر ملکه های را که کودک از دست داده است پی نمی برند. این عقیده که حالا باز کمی دیگر منتظر شویم خودش به گپ می درآید خطا است. هر قدر بر وقت اگر مراجعت کنند همان قدر امکانی بیشتر است که کودک را از این حالت بیرون آورید. اما به نظر قهرمان گزارش ما با آموزش فرا گرفتن کودکان در خود مانده آسان نبوده، نرخ داروهای ضروری نیز گران است. شهر دوشنبه هست نه که به نهایت قیمت هست. خیلی این سنتر نرمانیه. نه که دیگر سنتری هست که میخوایم بریم ما به نهایت قیمت هست. یک درسش 200 سومون. مشکل کودکان در خود مانده در تاجیکستان دیگر نو نیست. هرچند این موضوع تا حال پوره و همه‌جانبه آموخته نشده است. یکی از بیماری هایی که سال به سال زینا به زینا زیاد می شود بیماری های اوتیکی است که این هم سندروم اوتیکی که این هم به میابی آورده می رساند. ما باید در این سمت هم کاربری کنیم. فهماندهی به مادران در وقت حامله بعد حاملگی در روند سن سالی 1 ساله 3 ساله کاربری فهماندهی کنیم. من باور دارم که پیشرفت این جامعه خوب میشد و کودک سالم سال به سال زیاد. در سازمان اراده که اساساً با کودکان گرفتاری اوتیسم یا در خود مانده کار میکنند نیز گفتند مادران نباید ناامید شوند. به قول مسئولین سازمان سنجش درست و سری وقتی میتواند برای شروع طبابت و تربیت این گونه کودکان و رشد انفرادی و اجتماعی و همگرایی آنها با جامعه مساعدت کند. در تاجیکستان آمار دقیق و پوره کودکان گرفتاری اوتیسم وجود ندارد. به اطلاع رسمی در کشور 35,000 کودکان کمتوان یا امکاناتشان محدود ثبت شدند که در مقایسه با آمار 5-6 سال پیش زیادتر بوده است.